در این چند فرصتی که برایم جدا شده است چند اندیشم را پیرامون گزارش الترناتیوی درباره اجرای کنونسیون سازمان ملل متحد درباره برهم دادن همه شکل‌های تبعیض نژادی که با دستگیری گویا فعالان دست برای پامیر 20 مارس سال روان تهیه و برای 3109 کنونسیون پیشنهاد شده است بیان می‌سازم. پیش از آن که درباره اندیشه و عقیده‌هایی که در این گزارش الترناتیوی پیشنهاد شده است اظهار نظر نمایم، باید بدانیم که درباره ما خود جناب عالی چه فکر دارد، درباره ما حکومت چه نظر دارد، درباره ما محققان عالمان بومی و خارجی چه نظر دارند، یک دقیقه اظهار نظر می‌نمایم. وقتی که چهره اول دولت به طور رسمی درباره یگان مسئله اظهار نظر نمایند، این هزان درک می‌دهند که مسئله همه جانبه تحلیل یافته است و تمام حکومت از رهبرت عالی سر کرده تا کارمندان عادی از آن دستگیری میکنند. با آوردن چند نکته از سخنرانی پیشوای معظم ملت درباره بدخشان و مردم بدخشان ما مشخصا موقع جناب عالی و حکومت را نسبت خودمان معین میکنیم. پیشوای معظم ملت میگن که این مردم بدخشان نام بلند تاجیکان را در عرصه جهان بلند خواهند برداشت. در جای دیگر میگن که باید دانست که شغنان از نام قدیمترین قوم آریایی گرفته شده است که چندین هزار سال توسط وادی وخان به این دیار آمدند و یکی از اجدادان تاریخی تاجیکان محسوب می‌آمد. ناحیه روشان میگن یکی از موضع‌های تاریخی کشور ما است. یعنی پیشوای ملت امیدوارند و اعتماد دارند که تاجیکان ولایت مختار کوهستان بدخشان در تمام جهان با علم و معرفت و تاریخ و فرهنگ خود نام تاجیک را و بلند و با سرزمین از عهد چند هزار ساله تاجیک نشین خود تاجیکستان را آبرومند خواهند کرد و همین خیلی هم باید باشد. چرا پیشوای معظم ملت به این خلاصه آمدند؟ زیرا تکیه نمودند به تاریخ چند هزار ساله این سرزمین تاجیک نشین و این محیط تاجیک و تاجیکان اصیل و این فضای تاجیک خیز. پیشوای معظم ملت میگن که حیات و فعالیت مردان اصیل ولایت از قبیل شیرینشاه شاه تیمور، سیف الله عبداللهیف، مستی بیگ تاش محمدوف، بهادر اسکندرف، میر سید میرشکر، موینشاه نظرشاه، داد خدا نظرشاه، آتم بیگ نیک قدموف، بوری بیگ خدا بخشوف، غریب شاه شهبازوف، رستم بیگ یوسف بیگ و دیگر همصفان آنها برای هر یک جوان امروز مکتب درس ادب و علم و هنر و تجربه بودند و میمانند. یعنی به وسیله همین بزرگان علم و ادب و هنر ما را میشناختند و معرفی میکردند و احترام میگذاشتند و به تمدندار و وطندار بودن ما شکی نمیگذاشتند. یعنی جناب عالی به این احترام بزرگ قائل هستند که مردم شرفمند و آبرومند ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکان بومی و صاحبان کامل حقوق این سرزمین کوهمانیان هستند. یکی از محققان خیلی ورزیده تاجیک که زاده پنجکین باستانی هست و دکتر علم پروفسور بودن، رحیموویچ که ما شما خیلی خوب میشناسیم، درباره تاجیکان بدخشان چنین نظری دارند. از روی انصاف می بود تا آنها را نخستین تاجیکان بنامیم که با امر تقدیر در دره‌های دیوارهای تکتونیکی قرار گرفته آوره تاجیک تباری را در ویژگی‌های اساسی فرهنگ سنتی روزمره و نهایتاً در خون خود نگاه داشتند. همچنین ما خوب می‌دانیم عالمان معتبر شوروی و قول بابرینسکی در اثر مشهورشان کوهستانیان بالاها به 5 ضروبین در تالیفاتشان پایافزال تاجیکان کوهستان وادی برتنگ و قیدا آید به اتنوگرافی تاجیکان وادی برتنگ و همچنین چون اشاره شد تاجیکان وادی خوف اندریو در این اثرها و دیگر اثرهایی که ما و شما خوب میدانیم افتخارمندانه به تاجیک بودن خود اشاره کرده ایم و تحقیقات های اتنوگرافی دیگر به این شهادت میدن. اکنون بیایید ببینیم که وقت گویا فعالان دست برای پامیری ما را چخیل در سطح در گزارش الترناتیوی به کنونسیون سازمان ملل متحد در 3109 معرفی کردند. در قسمت شناخت اقلیت‌های این گزارش الترناتیوی آمده است به شبهه مردم پامیر باید حداقل تصور کنید خطیه به شبهه مردم پامیر باید حداقل به عنوان یک اقلیت قومی، زبانی و مذهبی شناخته شود. تصور کنید درباره ما پیشوای معظم ملت
درباره ما این محققان علم و ادب و هنر چه سخنها میکردند و ما خود را به کدام سطح میفراریم. آمده است بغیر از این درباره تعریف آنها همچون خلقت‌های بومی و دادن مقام دخلدار به آنها مسئله گذاری نمودن لازم است. یعنی ما گویا که مردم بومی نیستیم، گویا که هیچ کسی اعتراف نکرده است. یک سخن جناب عالی بسنده بود که ما را چخیل برای دنیا معرفی کردن و میخوان که برای ما استاتوس دهند. یعنی ما استاتوس ندیم، استاتوس در پایینتر میگذاریم و میخوان که به دو طایفه استاتوس دهند، به جوگی ها استاتوس دهند و به پامیری ها. تصور کنید مقام ما رو در همین گزارش الटरनेटिوی که به پیشنهاد شده است و در سطح سازمان ملل متحد ما رو معرفی کردن، از برای ما چه مقام رو روا دیده استند. و اگر آمده است در این گزارش اگر برای ما این استاتوس داده شود، این میتواند به تکمیل خود اداره کنی محلی، رشد اقتصاد محلی، حفظ محیط زیست و حفظ و رشد زبان و فرهنگ پامیری خدمت کند. ما خوب میدانیم که جوگی‌ها در کدام حال احوال هستند. آمده است در این کنونسیون نقشه چاره‌بینی ها آید به بهتر نمودن وضعیت جوگی‌ها دیده شود، زیرا آنها در حالت مارگینالی و رد شده باقی ماندند. در حالت مارگینالی چند معنا دارد. در اینجا به معنای میزدگی، نشمندی و فاحشگی و بی‌سرپناهی. یعنی آنها که در این سطح هستند و برای آنها استاتوس میخوان، ما را هم میخوان به همون سطح بفرویند و تا امروز ما میدانیم ما چقدر به همین دردهای حالت مارگینالی ما دچار شده بودیم در همون وضعیت. برعکس ما نه از این وضعیت ها خلاص شدیم. در یک زیرباب همین گزارش آمده است به عنوان شدت گرفتن تعقیبات علیه مردم پامیر در سالهای 2021 و 2022 و زیر قسمت آن آمده است وضع پامیر در تاجیکستان از اعتراف نکردن تا تبعیض، اتنپریزنانیا که دیسکریمیناسی. بعد از دادن معلومات نهایت مختصر درباره خصوصیت‌های و مخصوصیت‌های این مردم، از اونجا آمده است آنها را یعنی پامیرها را از لحاظ زبانی جدا میکنند، مسلمانان نادرست میحسابند و به احساسات جدایی‌خواهی گمانبر میشوند. سپاراتیست. این همون سخنهای سالهای 90 رو به همین سخنها ما رو بار کردند و ما رو نامسلمان در ناخونک گرفتند و سپاراتیستی رو بر دو شما و شما بار کردند. اینا همون مردم ها هستند و امروز با میخوند به همین بهانه و ما به وضعیت سالهای 90 رو بر ما بار کنند. دوامش پامیره ها را چون اقلیت اتنیکی اعتراف نمی کنند ولی عملا به صفت غیر تاجیک تبعیض می کنند. پدرگشت دیسکریمیناسی میخواهند که ما را در همچون یک قوم علایده در ملک خودمان، در ملک سرزمین بومی خودمان ما را قوم علایده اعتراف کنند و تابع یک دولت دیگر ما را کنند. بسیار خنده آور ما میگیم که چرا که در سطح سازمان ملل متحد همین خیلی سخنان میبرایند و تعلیل میشوند و چقدر دیدیم در تلویزیون ها چقدر بحث و مناظرات در گرد و اطراف همین سخنان میکنند و ما و شما گویی که در اونجا شرکت ما و شما، بودن ما و شما، احساس بودن موجودیت ما و شما در اونجا احساس نشد. نوشته شده است در اونجا پامیره ها در ارگان های دولتی، اداره های دولتی کم نمایندگی دارند. شما میدانید رئیس محترم ولایت همیشه میگن که ما چند فایز اولی را تشکیل میکنیم و چقدر وزیر و کبیر و امید در سطح های بالای جمهوری در سطح جمهوری کار میکنن که این جای شک جای رد کردن نیست. آمده است آموزش و وسیع کردن دایره کاربرد زبانهای پامیری دستگیری کرده نمیشد. رئیس محترم اشاره کرده بودند که 9 سپتامبر 1991 همسال امزاد انبال استقلال انستیتوت علمای گومنداری تأسیس یافته بود و در دوام 32 سال بیش ما تنها یک شعبه علایده با نام شعبه زبانهای پامیری که 32 سال بیش میشد 10-12 نفر فقط به تعلیل و بررسی و آموزش زبانهای پامیری سر و کار دارند و اینا گویا که بیخبرند. معلش ما روزیم از اون نفر دشمنانی که در همون سطح این مسئله را پیشنهاد میکنند، ولی ما تعجب از اون میکنیم در همون سطح سازمان ملل متحد نخواه به همین مسئله ها دقت ندادند یا توجه نکردند یا نخواستند. آمده است در همون گزارش نمایندگان ساختارهای قدرتی و مؤسسه های تعلیمی رفته از آموزگاران و دانشجویان طلب میکنند که به زبان دولتی سخن کنند. عجبا یک کشفیات نو
ما خودمون برای خودمون حیب است که ارگان‌های قدرتی میرن در زبان آمده است در مؤسسه‌های تعلیمی، در مؤسسه‌های اداره‌های دولتی و ما را مجبور میکنه زبان تاجیکی گپ زنیم. این ما هستیم که با خودمون عیب خودمون به کله گیریم، کمبودی و صرف خودمون بر دوش گیریم که این عیب ما است که نظام‌های قدرتی میاندو در مکتب‌ها میگن که زبان تاجیکی گپ زن. این بر نفع ما و شما هست، بود و خواهد ماند. آمده است دوامش دایره‌های اخبارات رسمی واقعه‌های مهم برای پامیره‌ها را نادیده می‌گیرند. دایره‌های اخبارات‌های رسمی و مثال آوردن 13 دکتر روز مولود مولانا حاضر ما روز مولود پیغمبر اکرم دادیم، ما روز مولود حضرت علی داریم، ابوبکر و عمر و عثمان تجلیل میکنیم، ما داریم روز تولد امام ابو حنیفه ابن ثابت، ما همین جشن‌ها را داریم، اما در اخبارات رسمی درباره این عیدها و این جشن‌های مذهبی خودمون سخن کردن در دایره رسمی، این از آداب بیرون است. این برای ما و شما تنها زمان یک محبت پیشوای مذهب ملت بود که برای ما یک اجازه داده بود که گفتن که یک مذهب عقل‌گرا است، اجازه دادن، ما نتوانستیم همون مذهب عقل‌گرایی خود را در همون سطحی که برای ما و شما ضرور بود و برای پیشوای ملت و برای حضرت ضرور بود ما نتوانستیم و خپیدن و گرفتن و حیب ما و شما قد که به همین حالت آمده. دایره پیشنهادها درباره تعلیم دادن زبان پامیری در مکتب‌ها رد کرده شد. اینا کسی از ما و شما بیاید دست برداریم اگر گوییم که اینا امروز در خاروق یک مکتب اکسپریمنتالی در زبان شاهنامه‌ای گشوده میشه، اینا یک نفر دست بالا میکنه که من فرزندان خودم در همین مکتب می‌دارم. ما به انگلیسی و فرانسوی و نیمسی رفته استادیم، روسی، تاجیکی، فارسی رفته، عربی رفته استادیم. کی میگه که یک مکتب شاید ما به زبان شاهنامه‌ای در اونجا بیاید درس دید؟ خنده‌آور، بسیار خنده‌آور. میگن که پامیره در آمده است در امان گزارش پامیره هایی که زبان تاجیکی را به قدر کافی نمیدانند اکثر وقت در ساحه مهنت تبعیض میشوند و نمیتوانند در مقامات های دولتی کار پیدا کنند. شما دیدید یگان بدخشانی تاجیک بدخشانی که به زبان تاجیکی را نداند و اگر نداند و به همین ندانستن زبان تاجیکی او را در اداره های دولتی به کار نگرفتند بوده است. یگان نفر نمیتونه دست بالا کنند، دوستانه هم نمیتونه دست بالا کردن، چون این همشون دشمنی است، این همشون تهمت است، این همشون بار ما شما میکنن که تا که از تاجیک بودن خود، از اصیلیت خود باید دست بکشیم. اهالی ولایت آمده است اهالی ولایت مختار کوهستان بدخشان عوض شدن نام تپونیم‌های اصیل پامیره را با درد و الم قبول میکنند. اینا یک نفر بیاد خلاصه کنیم که هست نام قشلاق، نام دیهه، نام جایی که صرف اصیل تاجیکی و آریایی باشد و ما و شما را نپرسیده و عوض کرده باشد. کمیته زبان و اصطلاحات که یکی از متخصصان خیلی ورزیده هون استاد پروفسور آفردایف هستند، یگان کلمه‌ای که در ولایت عوض شود به اجازه استاد پروفسور آفردایف عوض نمیشد و ما ندیدیم که یگان دیهه یگان جای یگان مکان عوض شده است. اکثر صاحبکاران از فشار حکومت اندازهای زیاد و پرداخت‌های علاوه‌ای دولت شکایت دارند. درست؟ وقت 30 سال وقتی که ما با سیاه شیشه گشتیم و حجت نداشتیم، 30 سال بی حجت در شهر گشتیم، 30 سال یگان نفر یگان ماشین در می شهر حجت نداشت. این فشار نیست، این طلب قانون است. اندازهای زیاد، این اندازهای زیاد ما امروز میفهمیم اندازهای زیاد، این خیلی گپ نیست اندازه زیاد. این اندازهایی که نسپردیم امروز میسپاریم و پرداخت‌های علاوه‌ای باز تهمت علاوه‌ای است. آمده است در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان پونکت‌های نظارتی تشکیل کرده شدند. منابع ما خبر میدن که در جریان بازرسی نماینده‌های نهادهای انتظامی ساکنان را از جمله زنان را تحقیر و از آنها پول میستانند. مخصوصا اشاره کردن زنان را تحقیر میکنن و از آنها پول میستانند. همشون تهمت، همشون همون کبیره ها و انبیره هایی که در سطح بالا هستن سالهای 90 ما را گل زدند و امروز با به همین یک احساسی بودن مردم ما اشاره میکنن و باز میخوان به من سر کونه به من پول کونه ما را بیارن و بها پرتند. دوستان عزیز، پس تا هاندمی که ما را شخصیت‌هایی چون مستیبک، تاش محمدوف، بهادر اسکندرف، میرسید، میرشکر، میانشان نظرشویو و دیگرها امثال اینا معرفی نکنند و لجام شناسنامه ما را نامکوران زرخرید به دست گرفته باشند و ما هنوزم سنگ زیر دندان گذاریم و خاموش بیستیم، منقورتان هویت باخته خواهیم گشت و به گرفتن استاتوس جوگیگی راضی خواهیم شد.
مردم نجیب بدخشان وقتی که احساس نمود که ما اصیل ترین تاجکانی که در طول تاریخ موجودیت آمیخته و آلوده نشده ایم و این وعدت بود که پرچم ملت را بار نخواست در تاریخ حیاتمان به دست ما داد و ما را صاحب ملت گردانید، استقلالیت کامل و وحدت ملی هم در کشور عزیزمان تامین خواهد گشت. تشکر زیاد.